از قزوین بگم براتون مثلا شیرین خودی به 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 خوشبختی است. حتما اطاعت کنید. باقلبا پرچمی که میزنن رو دست باقلبا تبریزی یا قاق قاق با کاریه شیش خواهی میکنم. اما جدا از شوخی، همین یه آدم اسم تمام قزوین رو بد کرده. قزوین جامون برای گردش بردش خیلی زیاد داره، یعنی تا دلتون بخواد. اما به خاطر همین یه آدم همه از قزوین میترسن. حتی استادیوی بزرگ مثل ممتو یا یه عالمه دیگه. ما میدونیم که اسم خیلی از شهرها رو دشمنای ایران مثل عثمانی، شوروی یا انگلیس بد کردن، اما قزوین فقط به خاطر این یه مرد اسمش بد در اومده. میخوام مثال بزنم قزوین چه جاهایی داره. خیلی باید طول بکشیم، ویدیو حداقل 45 دقیقه باشه. سرای سعدالسلطنه، 40 ستون، میمون قلعه، دیگه نمیدونم انترقلعه، بخش انترقلعه نداریم. ما یوتیوبرهای زیادی هم داریم که قزوینی هستن، مثل میلاد فرست، حیدر، رسول و چندین و چند یوتیوبر معروف دیگه. حتی خودم هم قزوینی. ما فرهنگ غنی هم داریم در قزوین. قوم غالب قزوین بیشتر فارسه، ترک و خاستگاه تاتهای ایرانه. همینطور از شهرهای مثل شمال بیشتر برای سربازی به قزوین میخوان. به خاطر همین اگه از شمالیا یا مخصوصا گیلانیا بپرسید که قزوین رو میشناسی یا نه، 100% میدونن. اینطور شهر قزوین نقش بسزایی داره توی تاریخ نظامی ایران. همینطور لشکر 19 زرهی که حتی تو جنگ مورد هدف واقع نشد به خاطر پدافنداش اینجاست، که بدون این لشکر زرهی شاید تو جنگ ایران و عراق لشکر زرهی اهواز تنهایی کاری ازش بر نمی اومد. قوی ترین تانک‌ها، بهترین تجهیزات پدافندی توی نیروهای زرهی اینجاست. همینطور یگانهای مکانیزه و موتوریزه هم اینجاست. همینطور اولین یگان زرهی ارتش در قزوین بعد از اهواز درست شد. قزوین اما یه بدی خیلی بزرگ داره، اسمش بد در رفته و اینکه فرودگاه ما نداریم تو قزوین. 2 تانک هم که برای سمپاشیه. همینطور باغات سنتی قزوین. همین استان همجوار ما همدان یکی از بزرگترین فرودگاه ها رو داره، اما قزوین حتی یه دونه فرودگاه هم به زور داره. امیدوارم که یه تدبیری شهردار و استاندار برای قزوین پیشینه ببینه. همینطور یکی از پرنرخترین تعطیلی ها توی سال تحصیلی رو داشت. انقدر عشق میکنه آدم تو خونه میمونه. همینطور آلودگی هوا تو قزوین خیلی کمه، به خاطر همین از تهران بیشتر مهاجرت میکنن قزوین. فتوحات بزرگی هم داریم. اولین مقاومت در برابر مغول‌ها که بخوام تاریخچه قزوینم بگیم، ما قبلا یه قلعه بودیم توی زمان ساسانیان. ما توی زمانهای مختلف مخصوصا صفویان ایران یعنی قزوین پررونق شد، پایتخت ایران شد. ترک‌ها به اینجا مهاجرت کردن و به تاتار برای اولین بار در تاریخ ایران احترام گذاشتن. شاید بگید چرا اسم تاتار رو میارید؟ خود تاتی؟ نه، من آقا فارسم، چون اما اینجا خاستگاه تاتاست، به خاطر همین زیادش احترام گذاشته نمیشه، چون زیاد قوم زیادی نیستن. حدودا کلا 15,000 نفر توی جهان و ایران. همینطور قزوین تنها نبردی که با نیروهای روس در جنگ جهانی اول بود رو قزوین در تاریخ خودش داره، که با مقاومت مردم قزوین و پایتخت تونستیم جلوی روسا رو در اندازه چند دقیقه بگیریم و اولین دفاع از یک کنسولگری خارجی یعنی آلمان نازی در قزوین انجام شد، که ما برای اولین بار تو تاریخ خودمون از کنسولگری کشور دیگه دفاع کردیم. هدف من
از درست کردن این ویدیو این بودش که بگم بهتون آقا قزوین اونجوری که فکر میکنید بد نیست، واقعا شهر بدی نیست. من اینو حاضرم بهتون قول بدم. امیدوارم که هر کجا باشید سلامت و شاداب باشید. و راستی میدونم شهرهای زیادی تو ایران هستن که اسمشون بد در رفته. اگه همشهری ما یا یه شهرهای دیگه یا استانهای دیگه هستید من کامنت بذارید. من قول میدم تو این سری شهر شما توجه کنم و توضیح بدم فتوحات و جاهای ارزشمند شهر شما رو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بگم و برم. احتمالا شوق پرواز رو دیدی، مدانی که زیاد توش میگم ببمزان. به خدا قسم با خود قزوینی ها انقدر میگید ببمزان، تو رو خدا نگید ببمزان. تشکر، یک قزوینی با اصالت.